وزارت ترانسپورت افغانستان برای اولین بار در ساحه پلچرخی یک دروازه الکترونیکی را به هدف کنترل رفت آمد وسایط ترانسپورتی ایجاد کرد. این دروازه الکترونیکی چه سودمندی‌هایی برای افغانستان خواهد داشت و از کدام رهگذر محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت که چند پیش از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت نیز شده است در این مورد به خبرنگاران گفت هدف این دروازه ای هست که ما یک احصایه دقیق از وسایطی که داخل کابل میشه و از کابل بیرون میشن داشته باشیم و به می ترتیب به خاطر جمع‌آوری عواید ما در اخیر روز محاسبات دقیق خود داشته باشیم تا عواید از درک تکس های ترانسپورتی به صورت شفاف جمع‌آوری شود. آقای بتاش میگوید در آینده های نزدیک وسایل پیشرفته دیگر نیز در دروازه های کابل نصب خواهد شد تا عواید حکومت بیشتر شده و سهولت ها برای سکتور خصوصی و رانندگان نیز به میان آید.